درود به شما دوستان. توی این ساعت سعی کنید هر صدایی میتونید در بیارید، این ارتعاش متوقف نشه ولی یه صدایی از ته سینه‌تون ایجاد کنید. اینا همه جزو این سازه. مثال میزنم، حالا من بهتون میگم، شما همونجور که دارید ساز میزنید برای خودتون یه جیغ بزنید، یا مثلا جیغا رو به صورت ممتد ندید، جیغ تک تک بدید، همچین چیزی، یا اصلا ته ته دهنتون. اینا همه جزو ساز. الان همین آخریه رو من برات میزنم تا بدونی. نگاه